بدون شک قد نقش مهمی در تقویت شخصیت افراد داره و اکثر افراد به دنبال راههایی برای افزایش قد خود هستند و از یه طرف هم اونایی که تبلیغ افزایش قد رو میکنن بسیار این روش ها گران قیمت بوده و هیچ گونه تضمین 100% براش وجود نداره. اما من در این ویدیو میخوام یک روش تضمینی و ثابت شده برای برگرداندن قد از دست رفته شما عزیزان رو بهتون معرفی کنم. پس حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باشید و اگه به دنبال رازهایی برای سلامتی خودتون هستید حتما کانال جعبه سلامتی رو سابسکرایب کنید که در هر جعبه سلامتی من سعی میکنم نکات بسیار مفیدی رو براتون ارائه بدم. زمانی که وضعیت بدنی یا فرم بدنی ما صحیح نباشه و ما درگیر ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی مانند ناهنجاری فوروارد هد و یا ناهنجاری همین سر به جلو و ناهنجاری گوز پشتی یا کیفوز و یا ناهنجاری قودی کمر یا لوردوس، ناهنجاری پای پرانتزی، ناهنجاری زانوی ضربدری و یا ناهنجاری صافی کف پا و یا کف پای صاف هستیم، باعث میشه که قد ما کمتر از حد واقعی خودش نشون داده بشه. طبق مطالعات مشخص شده دوستان هر کدوم از این ناهنجاری ها میتونه 5 سانتی متر بر قد شما تاثیر بذاره. یعنی شما با اصلاح این ناهنجاری ها میتونید اون میزان قد از دست رفته خودتون رو برگردونید. من در ادامه این برنامه براتون تمریناتی رو ارائه میکنم که شما با انجام این تمرینات علاوه بر این که میتونید وضعیت بدنی صحیح خودتون رو برگردونید و قدتون افزایش پیدا کنه، این تمرینات باعث میشه که هورمون رشد شما هم در واقع که مسئول افزایش قد هستن تحریک بشن. پس پیشنهاد میکنم که تا انتهای این ویدیو همراه من باشید و تمرینات رو طبق توضیحات که براتون ارائه میدم انجام بدید. تمرین اول کشش از میله بارفیکس است. این تمرین باعث میشه تا اون فشردگی بین دیسک های مهره‌ای در واقع آزاد بشه و میتونه تا 2 سانتی متر هم بر قد ما تاثیر بذاره. این تمرین رو تا حد توان در واقع تا جایی که میتونین خودتون رو از میله بارفیکس آویزون کنید انجام بدین و رفته رفته سعی کنید که تایماشو زیادتر کنید. تمرین دوم کشش کبرا. این تمرین یکی از بهترین تمرینات رشد است. دقیقاً به همین صورت سعی کنید بدن خودتون رو بالا بکشید و نگاهتون به سمت بالا است و چونه خودتون رو به سمت بالا میکشین. دقیقاً طبق وی معکوس هستش این تمرین و سعی کنید این وضعیت رو برای 10 الی 20 ثانیه نگه دارید که میتونید این تمرین رو هم در 10 تا تکرار انجام بدین. تمرین سوم کشش گربه هستش. دقیقاً به همین صورت ابتدا در وضعیت بالایی قرار میگیرید، بعد سعی میکنید با عمل انجام بازدم به وضعیت پایینی بیاید و توجه داشته باشید که انجام این هر تکرار این حرکت باید 3 تا 8 ثانیه در واقع طول بکشه. پس این تمرین رو به آرامی و به صورت کنترل شده انجام بدین. تمرین چهارم حرکت خم شدن رو به پایین هستش. سعی کنید این تمرین رو تا جایی که میتونید در واقع خم بشید. لزومی نداره ابتدا دستاتون بخواد کف زمین رو لمس کنه. سعی کنید به صورت رفته رفته میزان کشش رو بیشتر کنید. و تمرین آخر کشش عمودی به صورت ایستاده هستش. به این صورت که دستاتون رو قلاب میکنین و برای هر سمت بدنتون کشش رو دقیقاً به همین صورت انجام میدین. سعی کنید در انجام کشش این حرکت رو 3 ثانیه مکس کنید.